سلام شاگردان عزیز، امروز شروع میکنیم درس دوم شیمی. موضوع امروزه ما ساخت اتم باشد. پس خود اتم چیست؟ اتم ذره خردی از جهت شیمیایی تقسیم نشونده است که همه مولکول ها از آن ترکیب یافتند. اتم را ما میگیم ذره خردی تقسیم نشونده، یعنی که از کلمه یونانی اتموس گرفته شده، معنایش تقسیم نشونده باشد. یعنی که در همان وقتهای پیش همین علمای یونانیان فکر می‌کردند که اگر ما یگان ماده را تا ذره اخیان ریزه کنیم و همان ذره خرده که از همه در اخیر حاصل می‌شود، همه را اتم میگویند. اما بعد از آن که علم پیش رفت و علمان فهمیدن که از اتم نیز دیده ذره خردترین موجود است، یعنی که اتم تقسیم شده است و یعنی که آهسته آهسته با گذشت وقت عقیده فلسفی علمان پیشینه با علم عوض شد و حالا ما ببینیم که اتم از کدام قسم ها ترکیب یافته است. اتم به دو قسم جمع شود: یادرو و ابرهای الکترونی. از روی همین فهمیدن ممکن است که از اتم نیز دیده ذره خردتر موجود است که آن را یادرو و ابرهای الکترونی می‌نامند. یادرو نیز در نوبت خود به دو قسم جمع شود: به پروتون و نیوترون ها. ابرهای الکترونی چنین است: به الکترون جمع شود. ابرهای الکترونی چیست؟ ابرهای الکترونی فضایی است که در آنجا شانس موجود بودن الکترون به حد زیاد است. ذره ها چطور اشاره کرده می شوند؟ اگر ما یگان الیمنت بگیریم، یگان الیمنت نامعلوم، بسیار الیمنت باشد، الیمنت X فرق دارد و یک چند ذره های مهم است: R، N، پروتون، ذریات و حرف Y. ما حاضر بودیم که همین اشاره ها چی معنا دارد و چی مینامند. گفتیم R ماسه نسبی اتم باشد و حرف P رقم ترتیبی، مقدار پروتون، ذره های مثبت ذریات و ذریات یادرو. ما حاضر در کمتر پس میبینیم که ذریات یادرو چرا ایمینای بگیم که پروتون ها ذریات یادرو مینامند. خیلی حرف N مقدار نیوترون، مقدار ذره های به ذریات. Q ذریات اتم یا میگن درجه اکسید شوی. حرف Y مقدار الکترون، مقدار ذره های منفی ذریات. اتم گفتیم اتم با دو قسم جمع شود: یادرو و ابرهای الکترونی. و بازم که یادرو در نوبت خود با دو قسم تقسیم شود: پروتون و نیوترون ها و نیوترون. ابرهای الکترونی تشکیل یافته از الکترون ها. ابر الکترونی چی بود؟ ابر الکترونی فضایی است که در آنجا شانس موجود بودن الکترون به حد زیاد است. یعنی جایی است که یا فضایی است که در آنجا الکترون موجود است، میگن ابر الکترونی. یاد را گفتیم در نوبت خود با دو قسم باشد: پروتون و نیوترون ها. شاید که ما در اینجا قید کردیم که ذره یادرو چی معنا دارد، حاضر همین رو میبینیم. وقتی که ما یادرو رو اگر کلان کنیم، یادرو از دو قسم باید بود: پروتون و نیوترون ها. پروتون نام دیگریش گفتیم ذریات مثبت ذریات، نیوترون به ذریات یعنی که نول. ذره مثبت ذریات پروتون، ذره به ذریات نیوترون باشد. وقتی که ما یادرو رو کلان کردیم و دیدیم که در داخل یادرو تنها یک نمود ذریات موجود است و همون هم ذریات مثبت ذریات پلوسه، نیوترون نول. وقتی که ما داخل یادرو نگاه میکنیم تنها یک ذریات میبینیم، یعنی که پلوسه. از همین حساب وقتی که ذریات یادرو میگویند ما باید بفهمیم که
ذریعه یادرو چه پروتون است، یعنی که ذره مثبت ذریعه. از همین حساب پروتون نام دیگریش ذریعه یادرو باشد. ما اگر اتم رو تصویر کنیم یک بار میبینیم یادرو. برای چی ما در اینجا پلوس نوشتیم؟ برای یادرو در داخلش ذریعه داره، ذره مثبت ذریعه. و گفتیم که اتم ترکیب یافته است از ابرهای الکترونی. ابرهای الکترونی چی بود؟ ابرهای الکترونی گفتیم که فضایی است که در آنجا الکترون جایگیر است. این اتم از یادرو و ابرهای الکترونی و الکترون ترکیب یافته است. ما در اینجا اثبات کردیم که اتم ذره خردی تقسیم شونده بوده است، یعنی که تشکیل یافته است از یادرو، ابرهای الکترونی، پروتون، نیوترون و الکترون. یعنی که از اتم دیده ذره های خردتر موجود بوده است. ماسه نسبی اتمی چیست؟ چطور که در اسلاید پیش نگفتیم ماسه نسبی اتمی ایر بود. ماسه نسبی اتمی این بزرگی است که چند مرتبه وزنین بودن ماسه اتم از اتم هیدروژن را نشون میدهد. چطور؟ باز ما بفهمونیم. اگر ما گفتیم که ماسه دیگر المنت ها را از روی هیدروژن نفهمیم، یعنی که از هیدروژن چند مرتبه وزنین بودن. ماسه هیدروژن برابر یک باشد، یک ماسه هیدروژن یک است. اگر ما ماسه نیتروژن را اگر چنگ کردن باشیم، ما بگذار مثال ترازو داریم، یک ترازو. ترازو اگر در یک پر اگر نیتروژن مونیم، نیتروژن بگذار ما ماسه نیتروژن رو نمیدونیم، ماسه نیتروژن 14 هست و ما در اینجا نامعلوم میگیریم و ما در اینجا هیدروژن میمونیم. هیدروژن وقتی که در یک پره ترازو هیدروژن و در دیگر پره نیتروژن رو میمونیم و ترازو برابر نمیشود. برای چی؟ برای اینکه میبینن که وقتی هیدروژن سبکتر است و طرف فرو میرود. وقتی که نیتروژن وزن از طرف فرو میرود، هیدروژن به سمت بالا و باز یک هیدروژن دیگه میمونن. مثلا یک بود اگر ما دو تا هیدروژن مونیم دو میشه، اگر سه تا مونیم سه. و ما در همین جا 14 تا هیدروژن و یک تا نیتروژن مونیم و ترازو برابر می شود و بعد ما از اون میفهمیم که پس ماسه نیتروژن 14 بوده است. 14 از چه فهمیدیم؟ وقتی در ترازو 14 تا هیدروژن موندیم و ترازو برابر شد، بعد فهمیدیم که ماسه نیتروژن 14 بوده است. مثلا ماسه نسبی اتمی با سوم پروتون ها و نیوترون ها برابر است. فرمولش ایر برابر دی نیوترون مینوس پروتون یا ا برابر دی زد پلس ا نیز اشاره میکنن. این ارسن هنگامی نوشت خیلی ما چقدر در سلاید پیشین گفتیم، مثال در بالا ایر نوشته میشه، در مابین نیوترون، پروتون، ذره و الکترون. ما باید جای نوشتی که همین ذره ها رو باید فراموش نکنیم. خیلی ارسن رقم ترتیبی یا پروتونش 33، ماسش 74 از 10 نه. ما از میگیم همین را باید چند بگیریم. اگر شماره ما بگذار اگر 5 از 10 1 یا 5 از 10 2 5 از 10 3 یا 5 از 10 4 باشد، ما همه همین ها رو تقریبا 5 میگیریم. مثال 14,0 ما رقمی 14 میگیریم. اگر شماره ما از 4 بالا، مثال 5 از 10 5 5 از 10 6 5 از 10 7 8 9 باشد، ما رقم تقریبا 6 میگیریم. مثلا ارسن 74 از 10 نه، ما این رو تقریبا 75 میگیریم. یا اینکه لانتان مثلا اون 138 از 10 نه، ما تقریبا 139 میگیریم. این ماسه نسبی اتمیشون یا رقمی ترتیبی پروتون. چرا که گفتیم ماسه نسبی اتمی ترکیب یافته است از پروتون و نیوترون. پس خود پروتون و نیوترون چیست؟ پروتون این ذره مثبت ذره که در یادروی اتم جایگیر شده است. در بالا گفتیم.
نیوترون ذره به ذریت یادرو باشد. مقدار نیوترون رو در اتم با چنین فرمول میگم معاین میکنیم. نیوترون برابر دی آی مینوس پروتون یا چه گفتیم فرم دیگریمون نیوترون برابر دی ا مینوس زد. مثال مقدار نیوترون ها را در اتم روح معاین کنید. نه اتم روح. برای ما باید چه کنیم؟ باید فرمول رو داریم. فرمول ما نیوترون برابر دی آی مینوس پروتون باشد. میگیم نیوترون برابر دی آی مینوس پروتون. آیر ماس نسبی اتمی، پروتون رقمی ترتیبی. گفتم که در بالا رقمی ترتیبی و در پایین ماس نسبی اتمی. برابر ماس نسبی اتم 65 در جای آیر 65 میمونیم. 65 مینوس رقم ترتیبمون پروتونمون 30 برابر از آیر رقم ترتیبی رو میگیریم جواب میشود 35. برمیگردیم به سوال مقدار نیوترون ها را در اتم روح معاین کنید. یعنی که اتم روح 35 تا نیوترون داشته است. این برای یافتن نیوترون بود. هر رقم ترتیبی را یافتن شرط نیست. ما این را سیستم دوری جدول دوری که درس آینده است ببینیم. الکترون گفتیم. پس الکترون چیست؟ الکترون این ذره منفی ذره که در گیدر یادرو دور میزند. مقدار الکترون ها را با چنین فرمول معاین میکنند. الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریت. سوال در اتم ها مقدار الکترون با پروتون برابر است. بله وقتی که ما اتم میگوییم یا اینکه المنت ذریت برابر دی 0 میشود و وقتی که ذریت برابر دی 0 میشود پروتون با الکترون برابر میشود. مثال میگیریم فسفر آلومینی فلان دارم. بگذاریم آلومینی بگیریم. آلومینی برای یافتن فرمول الکترون چقدر بود؟ الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریت برابر اگر آلومینی رو حساب کنیم رقم ترتیبی آلومینی 13 باشد. اینکه در جای پروتون 13 مونیم. 13 مینوس ذریت مون. وقتی گفتم که اتم میگه یا که المنت میگن ذریت برابر دی 0 میشه. یعنی ذریت آلومینی برابر دی 0 میشه و ما در جای می ذریت 0 رو میگذاریم. 0 برابر دی 13. اگر سوال با ما پیشنهاد شود که شماره الکترون های اتمی آلومینی رو حساب کنید پس جواب ما جواب 13 میشود. خیلی یک چند مثال از مرکز ملی تستی. مقدار ذره های مثبت ذره را در اتم خرم معاین کنید. ذره مثبت ذره چی بود؟ پروتون رقم ترتیبی. نام دیگری ذره مثبت ذره. بر اتم خرم میگم. مثلا خرم جا 52 اینجا آیر نوشته میشود 52 آیر مون برابر دی 52 پروتون برابر دی 24. سوال میگوید که مقدار ذره‌های مثبت ذره رو بگم معاین کنید. مثبت ذره مون این پروتون باشد. پس پروتون برابر دی 24. تمام. سوال دیگریمون مقدار نیوترون ها را در اتم تیتان با چند برابر است؟ برای یافتن نیوترون ما داشتیم فرمول نیوترون برابر دی آیر مینوس پروتون برابر دی آیر ما 50 پس می‌نویسیم 50 مینوس رقم ترتیبمون 22 برابر دی 28. سوال سوم مقدار ذره های مثبت ذره را در اتم عرصه معاین کنید. این سوال را میگذارم با خود شما کمک کنید. سوال دیگری مقدار پروتون ها را در مولکولای اکسیژن نیتروژن 4 معاین کنید. اینکه NO اکسیژن نیتروژن 4 NO2 نباشد. NO2 از دو قسم ترکیب یافته است. از نیتروژن و اکسیژن. پروتون نیتروژن برابر است به 7. پروتون اکسیژن برابر است به 8. مثلا پروتون عمومی
پروتون نیتروژن 7 پلوسی پروتون اکسیژن 8 اما در مولکولای ما 2 تا اکسیژن هست ضربی 2 برابر 7 جمعی 8 کرده 16 برابر 23 یعنی که در مولکولای اکسیژن 4 23 پروتون موجود است. سوال دیگری مقدار پروتون ها رو در مولکولای اکسید نیتروژنی 2 ما فرمولای اکسیژن رو می‌نویسیم و خود مثال رو شما امکان میکنید برای سنجیدن دانش خود. مقدار پروتون ها رو در مولکول خلورید ناتری معین کنید. خلورید ناتری خلور. تو مثالی مقدار پروتون های NO و ناتری خلور و ذره های مثبت ارسه را برای سنجیدن دانش خود یک بار کار کردن برایت. یک بار میگیم که اینجا مولکول NO2 گفتیم خودی مولکول چیست؟ چرا که ما در بالا قید کردیم اتم یعنی که همه ماده ها از اتم ترکیب یافتند. پس مولکول این سومه اتم ها باشد یعنی که همه اتم ها یک جا شده مولکول تشکیل میدهد یعنی که یک چند اتم جمع شود و تشکیل میدهد مولکول رو. ایزوتوپ ایزوتوپ ها این اتم های می باشند که پروتون الکترون و ذره‌شان دائمی بوده مساوی نسبی اتمی و نیوترون هاشون تغییر یابنده باشد و یگانه المنت که ایزوتوپ هاشون نام دارد این هیدروژن باشد که اگر مساش 1 باشد پروتی اگر مساش 2 باشد دیتری اگر مساش 3 باشد تریتی یعنی که ایزوتوپ این عوض شوی مساوی نسبی اتمی باشد اتمی. مثال میگیریم این اکسیژن اگر مساوی اکسیژن از جدول بیاریم مساش 16 باشد و اگر ایزوتوپ های اکسیژن پرسد ما داریم اکسیژنی 17 میشود و اکسیژنی 18 یعنی که ایزوتوپ این عوض شوی مساوی نسبی اتمی نیوترون بوده و پروتون رقم ترتیبی ذره‌شان دائمی باشد. این بود ایزوتوپ. می‌گذاریم ایون. ایون چیست؟ ایون ذره خردی ذریت‌ناک باشد. یعنی که چیزی که ذریت دارد ما رو میگیم ایون. یعنی که ذره خردی ذریت دار. ایون ذره خردی گفتیم ذریت‌ناک در اتم ها مقدار پروتون با الکترون برابر است میگن. الکترون برابر پروتون. چیزی در بالا گفتیم وقتی که اتم میگوید ذره 0 و شماره پروتون با الکترون برابر می شود. ایون بعد قسم می شود کاتیون و انیون. کاتیون این ذره مثبت ذریت، انیون ذره منفی ذریت. ذره مثبت پلوس ذرتناک مثال ناتری پلوس 1 کلسیم پلوس 2 آلومینیوم پلوس 3 اوهان پلوس 3 و منفی ذریت مینوس فوتور مینوس 1 بروم مینوس 1 اکسیژن نیتروژن فسفر و خلور. برای یافتن الکترون فرمولا ما در بالا گفتیم الکترون برابر پروتون مینوس ذریت. سوال مقدار الکترون ها را در ایون آهنی 3 معین کنید. ما می‌نویسیم آهن ایون آهن 3 یعنی که ذریت آهن برابر است با پلوس 3 ما در بالا نویسیم آهن پلوس 3 و برای یافتن الکترون ما چی لازم بود؟ پروتون و ذریت. ذرهش پلوس 3 پروتون آهن 26 پروتون آهن 26 الکترون نوم می‌نویسیم الکترون برابر پروتون مینوس ذریت پروتون آهن 26 مینوس فرمولا مینوس و ذریت من پلوس 3 برابر 26 مینوس و پلوس مینوس میشود مینوس 3 برابر 23 یعنی که ایون آهن 3 23 الکترون داشته است. این بود ایون. یک چند خیلی مثال دیگر نمونه از مرکز ملی تستی. سوال مقدار الکترون ها در کدام ذره زیادتر باشد. ما هر یک ذره را حساب میکنیم. اگر یگان ذره نداشته باشد یعنی این برابر است با 0 اینها برابر 0 باشد.
تمام. مقدار الکترون ها در کدام ذره زیادتر است؟ ما هر یک تا رو کار بکنیم. سو وارینت اش. پروتون فسفر یا فسفر است. پروتونش 15. ذرات برابر است با مینوس 3. الکترون نامعلوم. برای یافتن الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات 15. پروتون 15. پروتون 15 مینوس ذریات من مینوس 3 برابر 15 مینوس و مینوس پلوس شد پلوس 3 برابر 18. یعنی که ایون فسفری مینوس 3 18 الکترون داشته است. آلومینی ذریات برابر است با پلوس 3. پروتون آلومینی 16 الکترون نامعلوم. الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات برابر پروتون ما 16 مینوس ذریات ما پلوس 3 برابر 16 مینوس و پلوس مینوس میشود مینوس 3 برابر است با 10. یعنی که مقدار الکترون های ایون آلومینی پلوس 3 برابر است با 10. خلور گفتم که وقتی که اگر یگان ذریات نداده باشد پس ذریات برابر است با 0. خلور ذریات برابر است با 0. پروتون های خلور برابر است با 17. الکترون نامعلوم. الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات پروتون خلور 17 مینوس ذریات هم برابر است با 0. پس 17 مینوس 0 برابر است با 17. آلومینی پروتون آلومینی سوال وارینتی داشت برابر است با 16 ذریات برابر است با 0 الکترون نامعلوم. مثلا الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات پروتون های آلومینی 16 مینوس ذریات برابر است با 0. 16 مینوس 0 برابر است با 16. یک بار دیگه برمیگردیم به سوال. مقدار الکترون ها در کدام ذره زیادتر است؟ ببینیم. ایون فسفر 18 ایون آلومینی 10 ایون اتم خلور 17 و آلومینی 16. پس جواب درست ایون فسفر که از همه بیشتر الکترون دارد. جواب فسفر وارینت ا. کدام ذره ها مقدار الکترون ها برابر است؟ یعنی که در کدام ذره مقدار الکترون برابر است؟ ما هر یک تای وارینت را کار کرده جواب درست رو میابیم. وارینت ا. ما سوال جواب درست رو کار میکنیم و باقی مانده وارینت ها رو خودش ما کار میکنیم. جواب درست وارینت اس میشود. کلسی ذره کلسی برابر است با پلوس 2. پروتون کلسی برابر است با 20 الکترون نامعلوم. می‌نویسیم الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات پروتون کلسی 20 مینوس ذریات من پلوس 2 برابر دی 20 مینوس و پلوس مینوس میشود 2 برابر 18. یعنی که ایون کلسی پلوس 2 18 الکترون داشته است. خلور مینوس های خالی یعنی که مینوس 1. پروتون خلور 17 الکترون نامعلوم. می‌نویسیم الکترون برابر دی پروتون مینوس ذریات پروتون خلور 17 مینوس ذریات ما مینوس 1 مینوس 1. هنگامی که دو تا ذرات یک پای هم میاد یکی از آنها در درون قوس نوشته میشود. برابر دی 17 مینوس و مینوس پلوس برابر است با 18. سوال در کدام ذره ها مقدار الکترون ها برابر است؟ جواب وارینت اس. یعنی که ایون کلسی و خلور مقدار یک خیله الکترون داشته است 18 و 18. و برای سنجش دیگر وارینت ها رو یک بار خودشمان کار کرده
میبرید. امروز موضوع امروزه ما. تشکر با دقتتون.